روزت خوش نباشه. عالی باشه. تیکه کلام منه. جدید بود. آی خودشه. کی خودشه؟ دختر رویام وجود داره. من میرم باش صحبت کنم. آی بایستا، اون عینک آفتابی داره. خب یعنی چی؟ این چه مسخره بازیه؟ خودت که میدونی گای عینک آفتابی داره، نمیتونن با ما صحبت کنن. شانسمه. گای تو قول دادی خونک تگری بزنی. خانم باز میخوام. خانم من سلام، وقت بخیر بچه ها. در این قسمت از فیلم این دو دوست از بانک خارج میشن و قصد دارن یک جایی برن. یکی از اهدافی که تو ذهن پیرنابی هست اتفاق میفته، دیدن دختر رو. میریم که تحلیل این قسمت از برش فیلمی که گذاشتم و براتون بگم. توی قسمت قبلی که گذاشته بودم یه جمله از قلم افتاد. شخصیت نگهبان فیلم، نگهبان بانک، یه سری جمله میگه به گای دوستش، میگه که من در تو میبینم که میتونی اسلحه رو از سارق بگیری و ادامه. اینو میگه و این اتفاق در ادامه فیلم میفته. این خیلی نکته جذابیه. پس چیزی که میگیم اتفاق میفته. این جذابه، این نکتهش رو بدون. چند تا از باورهای پیرنابی رو تو قسمت 1 گفتم، اینو اینجا تکرار میکنیم. باور داره که عینک آفتابی دارها قهرمانان این شهر هستن. باور داره که عینک آفتابی دارها هر کار و هر قانونی براشون وجود نداره و هر کاری دلشون بخواد میتونن انجام بدن. حالا اون هدفی که تو ذهنش بود برای رسیدن به یک دختری با اون ویژگی ها در این فرد دیده بود. اینجا باورهایی که از قبل ساخته جلوی چشمش از دهن دوستش خارج میشه. میگه که این عینک آفتابی دار هست، این نمیتونیم ما با این حرف بزنیم، نمیتونیم با این کاری داشته باشیم. حالا میخواد این باورهایی که از اول فیلم ساخته شده رو بشکنه. میرسیم به قسمت شکستن باورهای که دوستش بهش میگه که تو نمیتونی با این فرد الان ارتباط برقرار کنی چون اون عینک آفتابی دار هست و اصلا من و تو با هم دیگه قرار داریم بریم لب ساحل و اون بستنی معروف رو بخوریم و سر قولت نیستی، بعد اینو انجام بدیم. با اینکه این نشانه ها رو میبینه که نره، درسته پیداش کرده نره، ولی به راه خودش ادامه میده. یک مقدار عجله میکنه در رسیدن به خواسته، چون شگفت زده شده بود که همچین کسی وجود داره. میره به سمت فرد مورد نظر تا بهش برسه و انقدری که تمرکزش اینه که به رسیدن به این هدفش هست، زیر قطار له میشه، چون آمادگی ارتباط با اون فرد رو آمادگیشو نداره. به خاطر اینکه تو ذهنش این باور رو داره که عینک آفتابی دارها نمیشه باشون حرف زد، نمیشه باشون ارتباط داشت. این چون تو ذهنش هست، با یک حالت تسلیم، با یک حالت شگفت زدگی، با یک حالت ذهن گسیختگی که هیچ چیزی رو دور برش نمیبینه، مثل انفجار ماشین، مثل تانک رد شدن از روی یک ماشین، اینا رو هیچ چی رو نمیبینه و فقط میخواد به اون خواسته برسه، ارتباط با فردی که همیشه نگاهش میکرده، تو ذهنش میخواسته همچین فردی. شکسته شدن باورهاش در ادامه فیلم خواهیم دید که چطور این شکسته میشه، این باورها شکسته میشه. اینا رو قدم به قدمش رو میفهمیم.
خب من یه باوری تو ذهنم ساختم از قبل، از قدیم. به من گفتن، رسانه بهم گفته، پدر مادر بهم گفته، این و اون بهم گفتن. یه سری باورها دارم، حالا میخوام بشکنمش. قدم به قدم است. چون تو اون لحظه که خواست بره این باور رو بشکنه، ارتباط با فرد عینک آفتابی دار له شد. و این رو قطعا توضیح میدیم، گسترشش میدیم تا مفاهیمش قشنگ برای ما باور رو میتونیم تو همین قسمت از فیلم گسترشش بدیم. اون هم باور تونستن هست. من میتونم. به دوستش میگه من میتونم با این فرد ارتباط برقرار کنم، یعنی این خواسته در من هست و من میتونم و میخواد که این کار رو انجام بده و میره که این کار رو انجام بده. همین باور که تو این لحظه فیلم میخواد انجام بده خودش نشان از توانمندی هست. نشان از توانمندی که من میتونم. و در ادامه بخیر بچه ها، دوستانی که شبکوک کار میکنن توانایی های خودشون رو روی برگه بنویسن. حداقل 15 تا توانایی رو بنویسن و برای من بفرستن.